البته دوستان عزیز، تماشا کردن این نوار برای بعضی مادران پدرانی که فرزندانشان در فدراسیون روسیه هستند خیلی دشوار است. اما بر همه فرزندان و به همه شخصانی که در غریبی هستید، خداوند متعال شما را از همه آفت‌های زمین و آسمانی در پناه خودش نگه می‌دارد و بر پدر و مادرجان صبر خواهان هستیم. دوستان، البته تماشای این نوار برای بعضی از ما و برای هر یکی ما و شما خیلی تأثیر میکند، خیلی غم انگیز است. با اینها چقدر مبلغ میدهند و برای چی عیناً به همین کار دست زده ایستادند. دوستان، بیایید فکری خود را در زیر کامنتاری نویسید و اینچنین به خاطر دیگر را دیدن و آگاه شدن از این خبرها و نوارهای ما در زیر نوار لایک مانید، زیرا لایک شما سبب پهن گردانیدن همین نوار ما می شود. کسایی که ما را دستگیری کردید، خداوند متعال از شما راضی باشد. سلام دوستان، سنجش شناسنامه خارجی یعنی که زاگرام پاسپورت برای شما مشکل شده است و شما نمیتوانید در کجا چطور بسنجید. و اما پیش راه این مشکل شما را گرفتیم. شما اکنون میتوانید در خانه نشسته پاسپورت های خود را بسنجید و جواب درست را بگیرید. تنها با طریق واتساپ با این برادر صحبت کنید. این برادر بر شما چیزی گفت همان کار را بکنید. البته جواب پوره و عمیق به شما روان میکنند. و امروزها هم ای کار را رایگان نمی شود کرد، یعنی که اینها حق کاریشان را نیز میگیرند. با شما برای کار. به نام خداوند بخشنده و مهربان و نهایت بارحم. السلام علیکم بر کل دوستان، برادران و خواهران عزیز و کسایی که همین نوار را تماشا دارید. از همه شما خواهش نوار را با دقت تا آخر خوب تماشا کنید و حتما چگونه که گفتیم فکری خود را در کامنتاری نویسید. برای ما و برای دیگران خیلی و خیلی مهم است. بر همه ما و شما معلوم است که عین حال در سامانه های اجتماعی نیست نوارها را دیده ایم و اینچنین بارشات برف زیاد و وزنین در فدراسیون روسیه. البته برای مهاجرانی که به چنین کارها دست میزنند، یعنی گوییم که دوارنکی میکنند، این برای تأمین اهل و عائله و زندگی چه خیلی کار میکنیم، این یگان جای عیب و شرم است نیست. دوستان، خوش به حال اون مردی که برای تأمین اهل و عائله خود کار میکند و از در نزد کسی زبانش کوتاه نیست. دوستان عزیز و خصوصا برادرانی که دوارنکی میکنید و خصوصا اون کسایی که در همین خیل حالت وزنین بالای بام ها رو یا اینکه بالای خونه ها رو، کلیشه ها رو یعنی که از بر تازه میکنید به مانند این گروه جوانان. البته نمیدونم اینها شاید تاجیک، شاید ازبک، شاید قرغیز، مهم نیست که چه ملت است. مهم این است که برادر ما و شما هستند. ببینید که در همین حال، در همین سرده زمستان نگاه نکرده کار کرده ایستاده‌اند. دوستان عزیز، کسانی که با چنین کارها فعالیت دارید، کار میکنید، از همه شما خواهش برای تأمین امنیت خود، برای بخطری خود، دوستان حتما اول خود را آماده کرده همه طرفه برای ناافتیدن، برای نلغزیدن، حتما همه را آماده کرده بعدا کار را شروع کنید. زیرا یک خطا و یک خطای کوچک شما میتواند شما را از حیات مرحوم سازد. یعنی که با یک خطای شما میتواند شما مثال میافتید یک عمر، شاید که خدای نشان ندهد یک عمر دیگر اینوالید میشوید یا که سبب مرگ خودتان میگردید. از همین سبب در همه حالت احتیاط باشید، خواه در زمین باشید، خواه در بالای کلیشه، این فرق ندارد. در همه حالت باید تأمین بخطری خود را احتیاط کرده گردید. زیرا هر کس در این دنیا برای خودش باید زندگی کرد. زیرا چخیلی که میگویند مردگان مردند و رفتند و زندگان از پای زندگی خویش شوند. او کسی که بالای بیمار مقصد گریست خودش مرد و بیمار بسیست.